سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز من گفتم بیام یه کار دیگه بکنیم، یعنی یه کار جالب انجام بدم. این که تو ذهنم بود برم ببینم قیمت این آیفون جدید اومده چجوریه و یه سرگوشی آب بدیم ببینیم قیمت تو کانادا چجوریه. و بعد قسطی هم که بخوام بگیرم اینجا اینجوری که مثلا با خطی که میگیری قسطش میاد روی این خط دیگه، حالا هر چقدر که پول خط باشه بعد دیگه حالا پول گوشی هم میاد روش و بیشتر اینجوری میگیرن. یعنی بعد حالا منم چون حالا دیگه خط و اینا رو دارم و اونا همه انجام شده است، فقط میخوام ببینم رو خط من که الان خطم راجرزه، ببینم رو خط من چقدر بهم میدن. بریم یه نگاهی بندازیم ببینیم قیمت گوشی چجوریه. بعد میخوام برم فروشگاه بست بای، فروشگاه لوازم الکترونیکی. احتمالاً براتون هم باید جالب باشه، همونجا رو بهتون نشون بدم و هم ببینیم قیمت چجوریه. بس با من باشید. یه چیز جالبم داشتم نگاه میکردم این بود که وقتی اومدم کلیپایی که یعنی از وقتی توی یوتیوب شروع کردم کلیپ درست کردم، یه سری کلیپایی که گذاشتم و اینا، خیلی از بچه‌ها مثلا پرسیده بودن که آقا فرق تورنتو و ونکوور مثلا از لحاظ آب و هوایی اینا چجوریه. بعد من تو اکثر کلیپا گفتم تورنتو از اینجا سردتره، خب واقعا هم سردتره. ونکوور شهر گرمه ولی خب بارندگی زیاده. بعد اومدم رفتم کلیپامو نگاه می‌کردم، هر چی کلیپ من گرفتم هوا آفتابی بود. امروزم که اومدم بیرون جالب هوا آفتابیه. نگاه کردم ببینم این آخر هفته چه جوریه که می‌خوام دوباره یک کلیپ دیگه براتون میاد دیدم اونم آفتابیه. وقتی من گفتم اصلا آب و هوای ونکوور کلا تغییر کرده، هر روزم هوا آفتابی شده. خلاصه خواستی ونکوور بیاید میگم بارون میاد، فعلا که آفتابیه بیاید. بله چشم. ولی خب اوکی، حالا ما نزدیکیم. من نزدیک بست بای ام، رسیدم اونجا ادامه کلیپو میریم. این هم فروشگاه بست بای که بریم داخل و ببینیم که چجوریه. باشه این فروشگاه توی خدمات کامپیوتر هم خیلی عالیه. یعنی من کیسم و مانیتور و همه اینا رو از همینجا گرفتم. بریم داخل ببینیم چجوریه. آقا این گوشی که خودم ازش استفاده میکنم، S23 اولترا، گوشی که خودم ازش استفاده میکنم. من همیشه اندروید استفاده کردم، نرفتم حقیقتش روی آیفون و اینا امتحان نکردم، ولی دوست دارم یه تجربه بکنم. یعنی هم گوشیم این گوشیه، هم ساعتش هم اومدم از گلکسی واچ گرفتم. تو یه زمینی آیفون وارد نشدم، خاطر همین خیلی دوست دارم بیام ببینم چجوریه. الان مثلا گوشی خودمو دارم جور کنجکاوی اومدم ببینم. ببین مثلا خط من راجرز، اینجا انواع اقسام خطا رو نوشتم، مثلا راجرز بل، بعد تلاس فریدم که برای خط من اگه این گوشی رو بدن $30 منو شارژ میکنم برای فقط خط، ولی برای خود گوشی چیزی نزدیک بین 60 تا $70 میفته. البته حالا تا گوشی سری جدیدش بیاد. این از آخرین مدل سامسونگی که اینجاست. البته این مدلای این ورش هم هست ولی خب اینا دیگه قدیمی‌ترن دیگه. مثلا این گوشی خودم اینه. این از آخرین مدل سامسونگی که اومده. حالا بریم ببینیم آیفون جریانش چجوریه. فقط یه بدی اینجا داره، اینا رو بستن. من گفتم گوشی رو کامل دستم بگیرم که ببینم چجوریه، ولی بستن اجازه هم ندارم، یعنی حتما با سفارش بدم بیاد. ولی خب اولین چیزی که خیلی دوست داشتم رنگاشه، اصلا یه رنگای عالی، مخصوصا رنگ صورتیش. یعنی اگه دختر بودم حتما میرفتم صورتیش، رنگ صورتیش فوق العاده است. بعد یه خاصیتی که داره، اومدن لبه هاشو نسبت به مدل قبلیش که الان مثلا این آیفون 14 است، لبه های آیفون 15 البته این ساده شو دارن نشون میدم و یکم حالت همون کرو و دایره‌ای، خیلی معلوم خوش دست‌تر نسبت به این اولین فرقی که داره. حالا جدا از بحث دوربینش که دیگه همه میدونن دوربینش خیلی عالیه، اولین چیزی که خیلی من جالب بود برام که خیلی خوش دست‌تره و این لبه هاش خیلی خیلی شیکش کرده دیگه یه جوری. بعد نگاه کنید مثلا این آیفون 15 است، خب مثلا اینور 15 پلاس رو داره، خدایی چقدر خوشگل شده. این 15 پرو که دیگه این خیلی خوش دست و دیگه این حالا یه سایز بزرگترش من خودم اینجوری حقیقت دوست دارم. آیفون 15 پرو مکسه. ببین حالا قیمتاشو داشتم نگاه می‌کردم. ببین مثلا من که خط راجرز دارم، تقریبا قیمتای چیزا فقط به غیر از فریدم که یه مقدار حالا بگیم 54 که ارزان‌تره، راجرز رو زده 50. خب این اینجوری میشه که یعنی من 50 تا برای خط باید بدم. بعد قیمت گوشی رو که رفتم نگاه کردم بین رنج 1800 تا 250 بالا پایین میشه، بستگی داره اون رنگی که سفارش میدم و گیگابایتی که دارم برمیدارم. ولی من همون هولوش 2000 تا داشتم نگاه میکردم، تقریبا 70 تا هم پول خود قسط، یعنی گوشی 2 سالش میشه، که یعنی 70 تا اونور و 50 تا اینور، 120 تا من باید ماهیانه بدم که این داداشو
داشته باشیم. یه مقدار گرون، حالا نمیدونم، من شاید تو ذهنمه که برم خطمو تغییر بدم، ولی یه خوبی که کلا کانادا میشه داشت و به نظر من خوبه این قضیه اینه که حتما نیازی نیست فایننس کنی گوشی رو برداری همیشه استفاده کنی. مثلا من چیکار کردم، اومدم این سامسونگ رو لیز کردم، یعنی اینکه یه جوری اینو قیمتش رو میاریم پایینتر، مثلا اگه اینجا 50 لیزش که میکنیم مثلا میشه 35 مثلا دارم میگم، قیمت گوشی هم میاد پایین، یعنی 120 هم شاید بشه مثلا 80 تا یا همین هولوش، ولی بعد از 2 سال باید برم گوشی رو پس بدم. از اونجایی که من هر سال گوشی رو عوض میکنم همین کارو میکنم و لیز برمیدارم، حتما این کارو میکنم. ولی موندم بین اینا، من از 15 پرو مکس خیلی خوشم اومد. واسه اولین چیزی که خیلی من خودم دوست داشتم شکلشه. البته توی کیفیت دوربینش خیلی تفاوت داره، ولی تو بقیه مواردش به نظرم با آیفون 14 پرو مکس یکیه. یعنی نگاه میکردم حالا بگم یکم جنس بدنش یکم بهتر شده و یه مقدار خوشگل‌تر شده و خوش فرم‌تر شده، ولی مثل همون سری قبلشه. حالا این برم گذاشتم ببینم اون بر جریانش چیه. این برم هم چیزاشو گذاشتم، یعنی اومدن این اپل واچاشو گذاشتم، هم اینجا هم این 15 پلاس به اینجا دو تا گزینه گذاشته. این رنگ بندیای اصلا رنگ بندیشو نگاه کنید، امیدوارم تو دوربین خوب بیفته. ببین چه رنگای خوشگلی داره. البته این 15 و 15 پلاس ما همجوری داریم نگاه میکنیم، من 512 شو میزنم. بریم تو پرایسش، میام اینجا رنگ صورتی، رنگ زرد، رنگ سبز، آبی و سیاه. حالا مثلا چه میدونم ما میذاریم رنگ زردش رو 512. برگردم سی پرایس رو بزنم، حالا همین 512ش. از اینجا قیمتشو نمیاره، ولی خب اوکی. اونجوری که از اون پسر پرسیدم گفت که بین 1900 تا 2100 قیمت گوشی میفته، ولی خب چون قسطی همه یعنی اینجا اینجوری بندن کسی نقد نمیره برداره، تقریبا ماهی 125 تا شد قسطش که اگه بخوام بردارم. اینجا هم قیمت اپل واچش 549 و 589. این فکر کنم دیگه ورژنش خوب. چه چیز باحالی داره، خیلی خوش آمد. اینم 1100. اصلا یه جنس باحالی داره این مدلش. این گذاشتن که تست کنیم، ولی خب میگم من چون خودم از گالاکسی واچ استفاده میکنم رو این زیاد آشنایی ندارم حقیقت، ولی علاوه شکل بدنش خیلی خوشگله. و البته اینجوری که گفته شده بود تو چیزش نوشته بود که سرعتش هم رفته بالا، توی این مدل آخرش خیلی سریعتر شده. حالا من قبلیشو نداشتم ولی الان که میبینیم خیلی یعنی لگ نمیزنه، خیلی سریع میره. یه نگاهی هم بندازیم به خدا بیامرز آیفون 14 هم ببینید این چقدر چیزاش ارزان‌تر زده. مثلا حتی خطایی که میتونی برداری با آیفون 13 رو چقدر خوب وقتی 15 میاد اینا هم افت میکنن دیگه. و بریم سراغ ایرپادا، ببینیم ایرپادا چجوریه. قیمت ایرپاد 179 239. البته اینجا مدلاش هم زده دیگه، مثلا پروش رو زده 329 دیگه. البته این نمیدونم نور داره میفته احتمالاً شما خوب نبینید. نه این آخریش مثلا این ایرپاد پروش این خیلی عالیه، ولی خب 329 تا یه مقداری گرونه. بریم یکم باهاش کار کنیم. این آیفون مورد علاقه من آیفون 15 پرو مکسه که انشالله در آینده قراره بشه گوشی من. بذار برم ببینم. یه سری اینجا عکس گذاشته با فیلم، شاید برای کیفیتشو داره نشون میده، ولی خب اینم گوشی من و دوربین جلو. آوردم اینجا حال اینو بگیرم ببینم میتونم یا فعلا که این جدید اومده و خب، ولی احساس میکنم کار کردن باش راحت تره. نمیدونم، یعنی هر چیزی بخوایم بیام بیرون این کار رو انجام بدیم خیلی سخت نیست، چون کالا باش کار نکردم سخت باشه برام. این کناراش هم به صورت حالت دکمه است، مثل قبلی‌ها که پایین و بالا میشد. حالا سریای قدیمی ترش تا اونجا که من یادمه اینجوری بود، ولی خب اینو یه فرقش حالت دکمه‌ای کردن. ولی خب جای چیزش که همون ثابته، اینجا جای سیم کارتشه، پایینم که جای شارژشو. تغییر دیگه ای نمیبینم، فقط جز این که حالا این بغلاشی که اونجا حالت اسموت و دایره‌ای و نرم‌تره. یه چیز دیگه که موقعی که داشت بهم نشون میداد یعنی بهم گفت که باید بدونم این که باتریش خیلی خوب شده و باتری پلاسش از باتری مدل‌های دیگه‌اش خیلی بهتره. یعنی منو که اگه بخوام مثلا پرو مکسش رو مثلا بخوام بگیرم
ببخشید پلاسش بهتره. پرو مکس رو بخوام بگیرم گفت که 1 روز کامل میبره، ولی اگه خیلی با گوشی استفاده میکنی 7 ساعت یا 8 ساعت باتریش میبره. اگه نه به صورت معمولی و نرمال ازش استفاده کنم 1 روز گفت که باتریش میبره، ولی خب گرم شارژش هم نسبت به قبلی مقدار دیرتر پر میکنه، 1 ساعت و نیم طول میکشه تا فول شارژ. خلاصه یه 120 تایی حداقل هزینه‌ام میشه اگه بخوام همینو بردارم، حداقل 120 تا یا 130 تا، مگر اینکه برم رو مدل همون لیز برش دارم که شاید مثلا تا 90 تا 80 تا بیشتر مثلا نشه. ولی خب در کل خوبه دیگه. من برای این گوشی خودم هم 215 تا اگه اشتباه نکنم میدم، تقریبا همون میشه. بریم یه دور تو بسپای بزنیم. ببین بچه‌ها مثلا همه چی داره دیگه. مثلا بذار بیام من ببین مثلا اینجا هدست های مختلف، باندا، اسپیکر و همینجوری بذاری قیمتاش همینجوری نگاه کنم فقط بدونید. 200 تا هزینه مثلا این اسپیکرایی که گذاشتن و هدست هایی که اینجا هست مثلا 150 170، ولی اون اونور قسمت گیمینگش هم از هدست های اونور بهتره، اونور هم حتما میریم. اینا هم قیمت حالا هندزفری و اینا. و اینم ببین چه دکور خوشگلی زده واقعا با این اسپیکرهای خوشگلش. اینا چه دکور چوبیه، ما عاشق دکور چوبی هم. 400 تا 250 200 150 بابت این دوتا اسپیکر. بعد دیگه این برم که نشون دادم. البته این برم مثل از این اسپیکرهای حالا که دیگه این برند عالیه دیگه، این برند توی اسپیکرها خودتون میدونید دیگه. 450 ببین 300 قیمت اسپیکراست. این قسمت هم چیزای تزیینی خونه، یه سری لایت‌ها و فلان و اینا. اینا مثلا مدلایی که اینجا گذاشتن، اینه که اشتباه نکنم نانولیف اینجوری داره، نانولیف اینجا هم نوشته. بعد حالا که تا اینجا اومدن قیمت همه چی رو نگاه کنیم. ببین مثلا لباسشویی 1300 1400 قیمت لباسشویی. حالا اینا رو من زیاد تخصص ندارم، فقط میخوام این قیمت رو به شما نشون بدم. این هم یه سته که کامل چیدنش و قیمت ها رو هم اینجا زدن به ترتیب. مثلا 1900 800 تا 1900 برای بذار ببینم چی نوشته. قیمت این البته دیگه این فکر کنم مدل خفنشه دیگه، 2000 تا پولشه. و این ورم ستای دیگه که گذاشتن مثلا برای هودش 1300 تا، البته با نصب و همه چیشه، چون خود هوده رو زده. آره زده 900 تا خود هوده رو. اوکی. خلاصه این از وسایل خونه. اون برم که کامپیوتریشه، بریم یه نگاهی بندازیم قسمت کامپیوتر. فروشگاه بسپای خدایی خیلی خوبه، یعنی همه چی اینجا توش گیر میاد. ببین مثلا این ور مثلا کیبورد و فلان اینا قیمت اینا مثلا کیبوردهای خدایی دیگه خفنن دیگه. 300 تا 250 تا، البته این نه، ولی مثلا این کیبورد 330 با این موس خفن، قیمت موس 100 تا. فکر کنم دیگه برای گیمرها عالی باشه دیگه، هر کاری بخوام بکنن اینجا دیگه ما این میتونن انجام بدن. این قیمت مثلا سری MSI اینا حالا گیمینگ ها ماهی $70 خوبه، 2000 تا. ولی خب حالا دیگه جزئیاتش کامل نوشته. کرای 7 هم هست. این قیمت مانیتورها رو نگاه کنیم 300 تا مثلا این مانیتور خمیده بالایی رو بذار ببینم چقدر زده، 1400 تا، ولی این دیگه خدایی عالیه. دارم کیف لپتاپ و وسیله‌های پرینت و پرینتر رو حالا من نمیدونم، فقط نشونتون میدم من چون هیچ تخصصی ندارم. 300 تا 170 200 تا پول پرینت راست. من خودم کیسم اومدم از همینجا برشم. بذار ببینم کیسم هست. نه من کیسم و مانیتورم و موس و کیبورد و که موس و کیبوردم برند ریزره، اونا از اینجا کلا برداشتم. رو هم دیگه هم فکر میکنم 3000 تا شد، ولی خب دیگه خیلی کیس خفنی برداشتم دیگه. یه کیس خیلی خوب جمع کردم شد 3000 تا. بریم اون برام بهتون نشون بدم. آقا ببینید مثلا چیزم داره، حتی نگاه کن اینا سرخونه ها چه جالب، یعنی وسایل خونه هم ببینید داره. من این نیومده بودم این بر 200 تا اینا مثلا سرخونه ها میتونی استفاده بکنید. سیب زمینی و نمیدونم گوشت و حالا هر غذایی که هست تو اینا درست کنید. 200 بین
150 تا 300 قیمتش. بریم سمت اونور که تلویزیون ها، بعد سمت گیمش هم نگاه بندازیم. بریم مثلا اینو گذاشته 1300. این برنده رو من همه رو نمیشناسم، اصلا نمیدونم این برند خوبیه، ولی حالا یه قیمت دستتون باشه تلویزیون چجوریه. بریم مثلا اینو 900 گذاشتم که دیگه حالا مثلا چیزش هم اینجا گذاشته دیگه سونیه و حالا امکاناتی که داره همه رو به ترتیب اینجا نوشته. قیمتی هم خوب بوده. ببینم LG چجوره. من LG خیلی دوست دارم. به به این مانیتور و این که عالیه. 4000 تا. اوه تو این چه مانیتوریه برای عالی دیگه تو این گیم بزنی. 1800 که 4K هم هست و سمارت تیوی. اوکی بریم حالا این برم. اینم LG. خدایی LG توی کیفیت رنگ تلویزیون خودمون هم همین LG. ببین مثلا اینو زده 1400. خدایی قیمتش خوبه. ولی خب مثلا این کیفیتش حالا نمیدونم به اون قبلی باشه 4K که زده ولی 1300 زده. اینو نگاه کنین خدایی این برای تو اتاق عالیه. چند اینچ میشه این اصلا نمیدونم ننوشته اینجا. اینجا چیزاشو زده 120 هرتز هم هست. 86 اینچه. خفنی. 1800 تا. خدایی این برای توی خونه این عالیه. ببین 1300 تا 70 اینچه این. ولی کیفیت LG اصلا چیز دیگه است. بریم اون بر قسمت گیمینگ هم بهتون نشون بدم و تورم. اینجا دوربینم بچه، حتی دوربینم هست. بذارید دوربینا رو یه نگاهی بندازیم. مثلا دوربینای این مدل سونی که 2700 3000 1900 1900 یعنی 2000 اون 2000 اینجا کلا مدلای سونیه. جالب کنن نداره اصلا. قیمت درون 900 تا تقریبا 820 1000 تا. این اون درونیه که من باید بگیرم. نوشته که 4K هم ساپورت میکنه. از این عینکای VR رو آورده ولی قیمتی من نمیبینم اینجا. فقط مشخصاتش زده ولی نمیدونم قیمتش جالبه نداره. البته چرا بچه اون پایین رو نگاه کن 490 کل باکسشه دیگه با همه چیش یعنی دیگه. این هم اون قیمت چی گفت قیمت. اینم قسمت گیماش دیگه. معمولا بازی جدیدم که میاد 79 80 دلارم هزینه‌اش. البته خب اونو دیگه توی استیم هم همون قیمته. همه میتونن ببینن و بگیرن. خب آقا اینم از فروشگاه بست بای. یه جمع‌بندی از قیمتش بکنیم. اینجوریه که تقریبا 2000 تا پول خود گوشیه و قسطش هم وقت قسطش هم تقریبا شد فقط گوشیش 70-80 تا. حالا اگه با خط باشه میشه 120 تا اینا. یه مقدار میدونم هزینه‌های گوشی و خط و اینا تو کانادا گرونه، ولی خب دیگه گفتم یه قیمتی هم در بیاریم که دقیق بدونیم چقدره. ولی تقریبا 120 تا. حالا اگه لیز برداریم گوشی رو اینا رو ممکنه تا 90 تا بشه، یعنی ماهی 90 تا تقریبا. امیدوارم که کلیپو دوست داشته باشید و مفید باشه، به درتون بخوره و مراقب خودتون باشید.